ترکیه آمدن میخواین که موزه مشهور شو بگردن. توپکاپı، گالاتا، قız kulesi. چیکار میکنین؟ اگر تو همچون توریست برای جا کو پروسه گپ که بعد ای یک موزه $100 $50 بکنه. ایرا وقتی که فقط با پاسپورت گرفتنی موزه کارت نام داره. 2000 تل یا 3000 تل مثال بین 50 70 دلار بگم قریب بعد ارزان تر هم باشه. میسپوری و اما موزه کالون مشهور اما را گشته میتونی. من قدر تا خوردم قفا همه اتوبوس نخالتم گفته بود نه برای دور شدم اتوبوس. انا اگر اقامت داشته باشه موزه کارت برای اقامت داره خیلی ارزان است. 100 تل میگیری 100 تل را یک سال پول خود میتونی استفاده کنی. همون یه موزه را هر روز یا باری در اومده میتونی. هر روز توپ کاپ در اومدنی هر روز یا باری بدرو میساد. هر روز نمیدونم گالاتا کلسی رفتنی قız kulesi رفتنی هر روز یا باری برو. اینده نکم یه برام که در اومدی وجه سمش برآمدگی حساب میخوره. گرفته بودم من چند بار توپ کاپ رفته بودم مثلا من وقتا جروهم میان میگردونم شونا اگم شناساشون میان میگن که بیا همین جورای مرا بگردان میگردونم شونا مسم نمیتونم وایرام برای مسم نمیتونم برای کوم ذکر دارم هر روز بهتره برای اومدن گیرم ده به حد پلیس زوره مثلا